صبحتان بخیر و به شادی دوستان عزیز. امیدوارم که همتان صحت سلامت هستید. ما هم شکرانه خدا سازیم و خوبیم. دوستان عزیز چقدر که گفته بودم دو تا تورت میکنیم. این یک تاش این میای تورتی 4 کیلویشه 400 برومد برای یک برادرمون، برای مادر جانشه که این روز زاد روز داشته. در همینجا تبریک میکنیم مادر جان، اصلا دردی سرش نبینه، خدا با همه آرزوش برسه، راحتی فرزنداشو ببینه. اینم خیلی خیلی و یا با همو هر کس هر چی میگه به لفظ چون اچه جون میگفته برای همو گفتن دبالاش همی خیلی بنویس. بعد اینم خیلی خیلی نویستم. دوستان عزیز خیلی خیلی گل داخته میشه. تبریک میکنیم خیلی مادر جانش. ما میتونید از اینجا تبریک کنید. تماشا میکنه برادر ما ویدیو را، حتما که ویدیو را تماشا میکنه و برای همو تبریک کنید. خیلی مادر جان شونم که تماشا نکنن چون تماشا میکنن. اینم خیلی یکم تردمون دویم تردمون هم باشه برای روزی زود روزه اوزیوش هم نشون میتونم. دوستان عزیز دویمش باشد انا ای تورت برای دادرمون خدا بخش که امروز 16 ساله می شود. خدا بخش را نیز بر روزی زاد روزش تبریک میکنیم. خدا در دل چه آرزویی دارد به همه آرزوی دلش برسه، داننده قرآن شود، دستیاری پدر و مادر گرده. نمیخل اینا مادر جانشون از غریبی گفتند که برای بچه‌مه یک تا تورت بپز، تورتی 2 کیلویی خودش توقع گفتند. می سبب را کمتر میده تر بختیم. دوستان عزیز نمیخلی خیلی تیار کردیم. شما بها بتید حتما که تا آخر ولوگ با ما باشید. رحمت برای سخنهای به نهایت خوبه که در کامنتاری می نویسید از همه به اندازه میندار. دوستان عزیز ما کتی محوش تورت میبریم یا بروگی برای محوشه چی میخریم؟ برای محوشه کورت میخریم، برای نویگات. نه تورت همو طرف های سخواده میبرمش بازی نصیب باشه. دوستان عزیز من تورت آوردم اینجا دادم. یعنی اینجا بده این مادر وابشه خبر نداشته که تورت میارنشه. اسم فرو این قتی محوش اینمی پیش 30 آمده اینجا با فکر ساعتای 10 هوی میشه. چه اینجا یولک شدش. این شدید ایستاده نمیشه. چی سلام بگو خیلی دوستان عزیز. چی کنیم بریم که سخوات بریم محوش دیگون کرتا بخریم با سست خونه بریم. اینجا بدرم گفتم که اینجا با فکر محکم ساعتای 10 هوی میشه. برای همو بر وقت همو چی گفته بود که چی کنید بر وقت را ببرید سورپریز شود. خیلی سورپریز هم با فکرم که شید برای که ما اسپید کردیم و خبر نداشته مادر چی کردیم دستش خمیر روله اومده خمیر کرده استده یکان کلچه میپزه نمیخواه خیلی میریم اساسته چی خیلی که میدونیم نیره محکمه با ماشین رفته نمیشه. برای ما پیاده نمیده کتی میریم کتی محبش اگه نمیدونیم همینجا محکمه خیلی شد راه سوز کردیستیم قریب داوانه تا سال 90 تیار میکردیستیم. بعد نصیب باشه میریم نه قتی محبش این شادی کردیستیم. کجا میری؟ بازار میره بازار. سالی نو دارن محوشان روزی 22 نصیب باشه با یکان تورت میپزیم. این روز حتما تا آخر ولاگ با ما باشد. این روز فقط تیاری بازار روزی فریدون برای که باید سلات کردن در کار تورت کردن در کار. خلاص تا بگه ایدمی همو میشیم. مرحمت بازار روزی فریدون پگه همه تونه انتظاریم کدومی که در دوشنبه مرحمت خانمون بیایید. دوستان عزیز اینه شادی محوش بست اینه شادی محوش اینه کرتاوی محوش بینیده که مبارک شود.
نه دوستان عزیز ما اومدیم خونه اینم خیلی خیلی کرتا خریده میشه توفلی چکش کرتاش معقول شد؟ چه خیلی بوده؟ اون تری بوده اینم خیلی خیلی خریده میشه همی و همش همی همش کرتا و کالگوتکی و همش 480 میشید خیلی 402 تک مونه اینم خیلی خیلی شدی که دیسته فقط که چی نخریدیم تو محوش؟ چی؟ کرونا گفتی کو؟ مده کرونا بخر گفته استه اینو اون روز قطی فریزه کنا کردین فریزه کندش اینم خیلی خیلی شما بها بتید ما چه خیلی خرید کردیم برای محوشه معقول شد تا؟ کی سال نوی داره دکا؟ درست دیدم بالا روز سایمانه بچه خیلی شعر میخونی که بخون؟ نه یا بخون که شعر تا؟ خیلی کرده خریدیم که شعر تا بخون؟ بودی نمیترسی و پسیا سعی کرد اونیا پدر رو تو شعر دادت مروز مالدیس اینه دوستان عزیز شعرم از یاد که دیگه کرتم خریده فقط دیدم روز باید ایده یگون چی بتیه چی بتیه تا؟ تو ما دقیقا کراوکه نخریدی برای نمی ها دکتر کراوکه خریده این قدر کافه بود باید من بخرم ها بعد دیدم روز میتیه تا نه ها اینم خیلی خیلی باید من میخردم بعد دیدم روز میتیده شدی که خیلی دوستان عزیز اینم خیلی ایجاده باشه ما برای دیرجدنی تایوری دیده سالات کردنیم 3 نمود سالات کردنیم محصولاتم فقط بازاریاش تایوره خانگی ها حالی تایور نیسته باید حالی تخم جوشان نیستم سبزی کارتوشکا هم خیلی چیزا رو می جوشانم جوشان دیستم کم کم سالاد میکنم هازی فقط سالاتی چی نمی با крабові палички با крабові палички میکنیم крабові палички در کورای کروزی айхмона میکشم بعد укроп бадринг و تخم جوشان دیستم با майонез تیار میکنم بعد یک تا оливье میکنم با کلباسه خیلی بادرنگ است این گاروش خریدم کارتوشکا کاتچی را جوشان دیستم اینم خیلی خیلی نشکتی با یا نمودی دیگه گوشتی گاویاجه یا نمودی دیگه با اشکت میکنم اینم خیلی دوستان عزیز خیلی کم ترک با تیار کردم با نشان میتونم فریزه دوستان عزیز ما 2 سالاد ما تیار کردم اینم خیلی оливье بسیار کردم بعد یا نمودی دیگه با крабові палички چه خیلی گفتم کوکوروزی خمانو میکشویم نکشودیم ایرا کردم از یک تای دیگه با اینایی گفتم چه خیلی که گفتم ایرا ولی اوسپید نکردم با خمیر کلچه کردم اینم خیلی خیلی ایده تر تیار کردم نصیب باشه ازی چی میکنم سیمش هم تیار میکنم سیمش پروسته چی میکنم به ماینز نمش چای وینگرت میکنم سیمش بعد چهارمش خیلی با کارتوشکا بریان میکنم همه 4 سالاد میکنم نصیب باشه سحر کتی سامبوسا میکنم با کلچه میپزم خیلی کلچه پختنشم و یاشم با کم کم ویدیو کده پگه میپرتم در اینجا باشه ویدیو رو به پایان میرسانم تا ویدیوی آینده در پناه خدا باشد خدا نگهداری هر یکی ما و شما باشد کسی که در همین دوشنبه یک بار دیگر مرحمت پگه بزود روز